قصهش درازه. کجا؟ یه چی با من بودم، حاجی نصرت، رضا 500، علی فرصت، آره اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگور میشناسی؟ آره از ما نه آره که بریم دوا خورید. تو نمیری به متقاصد، اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آبجو جور شد رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جمع پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متقسم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی دامدار اومد بیرون، رفتم اومدم دم کسی نیستم خوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مهران بغل این نرقه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوب، گفتم هتته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامردا دوش زد اولیش قایم‌تر زد، دست کردم جیبم که برم و بیام چشم وای کردم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره وارد که